صبح چی هستی خودت؟ خودم سعی میکنم که مسیج میدم. خب دیجا اینه دادا گفتن کجاستی؟ کی هست؟ از خانه. خب تبریک تون باشه هندوستان رسید بخیر. تبریک باشه تو هندوستان رسید بخیر. سیم کارت چیت زنگ در اون کرد میکنم. چی قصه؟ زنگ تیر میکنم اون زنگ تیر میکنم کارت داره. زنگ تیر میکنم. دلی اینجی دیلیه. کجایه؟ اینجی دیلیه. الیاس جان کجا رسید بخیر؟ همراه دوستان عزیز نوی نمی 5 دقیقه پیش آمدیم به دلی جدید با ادامه سفر خود چند روز کابل بودیم و امروز به خرسیلاکی حرکت کردیم ساعت 9 بجه البته بسیار تانم خوردیم تقریبا 2-3 ساعت است که در این میدان هوایی هستیم گاهی مسئله پاسپورت است گاهی دیگر چیز خو هر رقم به خیر رسیدیم و فعلا شما میدان هوایی دلی جدید هم مشاهده میکنید که فعلا به خیر رئیس در یک هتل سرویس طرف هتل برکت هستیم که اونجا تقریبا 6 تا 8 ساعت راه خواهد بود و یک مدت اونجا انشالله باقی خواهد موندیم و فعلا به شما یک تصویر دیگه را میلاد جان قند به شما نشان میده و میلاد جان فکر کنیم کدام گفتنی داره و سلام محمد مختار شما که خیلی از پروگرام بودیم حدودا 160 متر میدان هوایی بین‌المللی دلی هندوستان هستیم خب فعلا دیگه منتظر هستیم که بخیر بس حرکت کنیم به چند دیگر که انستیتوت آرایی است خب دیگه خیلی خوشیم با جمع دوستان هستیم میشه از مراجعان را چند ساعت بگیریم به صورتش محمد جان میشه درباره سفرتان برای ما چیزی بگویید سفر بسیار خوب بود. سفر بسیار خوب. بعد از تقریبا 2 ساعت پرواز در میدان هوایی بین‌المللی دلی رسیدیم بخیر نمیشد 2 ساعت هستم ولی منتظر بس هستیم تا بس بریم بخیر به طرف چندگان و در چه رقم مشکل چیز خونه بود به حساب پرواز و پرواز دیگه 20 دقیقه تاخیر داشت پرواز به خاطر اینکه قبل از این طیاره باید 4-5 دقیقه دیگه پرواز می‌کرد از خاطر 20 دقیقه تاخیر داشت. تشکر خواهش می‌کنم